میگویند که اگر زنبورها در روی زمین نباشند حیات در این دنیا به پایان میرسد. برای چی؟ برای آن که زنبورها تمام رستنی ها را باردار میکنند، سبب رشد آنها میشوند و برای انسان ها نیز غذا میگردند. دوستان عزیز، آمدیم به دهه ویسخرو بالای ناحیه درواز به دره وستن که یکی از موضع‌های خوبی زنبور پروری است و آمدیم که با زنبور پروران این منطقه صحبت کنیم و اطراف کارشان، اطراف فعالیتشان صحبت کنیم و ببینیم که در اینجا زنبور پروری چگونه رشد می‌یابد و کار آنها چگونه است. و در این برنامه ما را همراهی می‌کند رسول احمدوف، یک نفر زنبور پرور ماهر و شناخته ناحیه درواز. سلام. خوب هستید؟ خسته نباشید. اولی کاری که من برای به نزد زنبورها رفتن باید بکنم این کلاه محافظتی است. همین طور. خب من که تجربه ندارم کمتر. خب وقتی که به نزد زنبورها میریم باید چیکار کنیم که به ما حمله نکنن؟ از این ما استفاده میبریم از یعنی که دودکنک میگن و برای آرام کردن همین اوله زنبور است. خب که این ما اول ازم در میگیرونیم، در درون جای میکنیم، بعد خیلی از همین پاروی گاو استفاده میبریم کمتر. بعد دودش گرنگ میکند. اجازه هست من؟ مالش وقتی که به من حمله میکنن که برای دست من میشینن، من چیکار کنم؟ باید آنها را از دست خود دور کنم؟ نه، از دست خود اینا دور نمیکنین، پرونتر میخپینه. خب از اینجا بعد دست چلیکا قطی، اینجا قطی نیست، چلیکا قطی. خب این طور درست؟ چیکار کنم؟ این ما اینو محکم میکنیم برای که دود هر طرف نرود. بله. خب اینا آهسته زنبور یک خاصیت دارد برای یعنی تیز کار کردن، آواز زیادی بود، پرتافتن یمو سریع شک اینا یعنی که بوای یعنی که عصب شوایران میکنه. وقتی عصب شوایران که وای مجبور است که حمله کنه برای یعنی که محافظت خودش. خب اینا آسته از اینجا اگر حاضر زنبورها روی دست من نشستن من چیکار کنم؟ یگان حرکتی ناجا نکنه. اگر حرکت ناجا کردی با دیگرش بعد حمله میکنن. بعد برنامه دیگه در نیست. بله. حالا این ما دود باز کنیم؟ نه، همین خیلی دود میکنیم. از یک طرف یک طرف دو طرف دود. همین خیلی درست است. بله. بالای همین رمکا دود میکنیم. سخت بله. اینها عصبی نمیشن وقتی دود کردی کمی گرنگ میشن. گرنگ میشن این معنا انا وای بس کیفایه است. بس خب انا فهمید شنوید خواندگیمو مقصد وقتی دود میکنی همین زنبور خیال میکند که همین خونش آتش گرفت. وای در همه توجه برای جمع‌آوری زنبور که در تای منهش تفکش خرطوم دارد. خرطوم برای جمع‌آوری همو حاصل است. خب انا دامو وایش حاصل میگیره. خیال وای فکر میکنه که همین خونم درگیرید همین دو دیگه وای همون در پنهان میکنه. فقط در فکری همو حاصل شای بعد تو میتونی از نظر و یا گذراندن گیری. بله. از شما چیکار میکنید؟ از ما اینا نگاه میکنیم که همین زنبور چخیل این دو بار یعنی که حاصلش گرفتگی هستیم ما. خب این سوم بار حاصل است. یعنی که علاقه حاصلی سوم نیست پر شده است. پر شده است. بله. خب واقعا حاصلی سوم پر شده است. شما چند عائله زنبور دارید؟ من از قریب 40 تا زیادتر عائله زنبور دارم. زنبور اول اصل جمع‌آوری از رمکای اولین سر میکند. خب بعد امیخ پر میکنه بعد به آخر میآید. خب مقصد که اینا واقعا خیلی اصل طبیعی، اصل تازه. این خب فرزندانش همون بچه‌های زنبور هستن که اینا تخم است. نه تخم اینا ماده زنبور. هر یک عائله زنبور و یک تا ماده زنبور است. در همینجا است و خیلی کاشنده میشناسیم. بله. ما بزرگتر هستن و بزرگتر هم بزرگتر است هم خوشروتر است. رنگش هم از اینا فرقیت میکنه. بله. فرق دارد. باز اگر اجازت باشد ما و یک کوفته میبروریم میابیم و بهترش نکوبیم. اینا زنبوره این که باشد؟ نه
به هر حال کجای پنهان است؟ پنهان است ها. بله. این نرزنبور است. خب این نرزنبور است که این نرزنبور شما وقتی این نمیگزد. نمیگزد. این نش ندارد نرزنبور. چرا؟ برای امی خاک زمین خداوند هم خلق کرده است که این نش ندارد. این فقط ماده زنبور در چند سال یک بار بردار می شود. و بردار شویش هم در آسمان بردار می شود. وقتی بردار شد ماده زنبور به خونش برمیگردد، نر زنبور هلاک می شود، در اونجا می افتد می میرد. عجیب. بعد همو تخمه بعد آماده گذاشتن میگیره که در یک شبانه روز قریب که چند هزار تخم پرتواد دارن. عجیب. تخم پرتواد انا وقتی تخم همین طور نسل زیاد میشوند، یعنی اویله نسل زیاد میشه، اوله زیاد میشد. وقتی که اوله زیاد شد، اگر که همین خیر رمکه برای زنبور در کار کی شد و در بری آخران رمکه یعنی که همین وشین همین موم زیادی را میکشد. بعد مثال میفهمید که همین زنبور رمکه ماندن در کار است. رمکه اگر رمکه نمانی و یا انا بچه را زیاد پرتافتن گیرد و امو اوچه یعنی که امو ماده زنبور کشیدن میگیرد انا وقتی در امی خانه زنبور در 3-4 ماده زنبور که پیدا شد دیگه زنبور به هم دیگر یعنی یک جا نمیگیره. جنگ سر میشود، قسمی اساسیش میبرد میرود. خب اینجا ممکن است که من همینو گذارم هرچند که خطرناک است. خطرناک هم نیست. بیغم باشو. انا این اینجا گرفتن در چه؟ انا میخیر. آهسته گذارم. بله. آهسته اینا گذاشتن در کار. بله. خوب. هم خیلی خوب. آهسته گذارم. آهسته میگذاری. بله. واقعا خیلی ترسناک است چون حالا در اطراف من میلیون ها زنبور همین طور. بله. با زنبور کار کردن بسیار شوق‌آور است. من امسال یک تجربه گذراندم. خب گفتم همین زنبورا رو به دو قسم تقسیم کردن در کار. یک قسمتش پایان با ماندن در کار، یک قسمتش بالا با. که میبینیم که مثال بعضی کسان میگن پایان ده پس از کار نمیکنه. اینم درست است، لیکن من برای همین گفتم اکسپریانس کنه که پایانی خوب کار میکنه یا که زنبوری بالا خوب کار میکنه. از ما برای زنبورای بالا شما از اونجا حاصل گرفتید؟ از اونجا هم 2 تا حاصل گرفتیم. خب لیکن با فکر من حاصلی اونجا کمتر زیادتر است. برای زنبور همین بلندی رو دوست می‌داره. بلندی را دوست می‌داره. زنبور برای آوردن حاصل خب مثلا اگر در پایان باشد و خرطومش خالی برای عسل می‌رود. خب و سبکتر پرواز میکنه. خب انا از اونجا وقتی عسل گرفت پایانی با و غم یعنی که برای سرباری زیادی نداره. نه میآید میفروید. اونجا برابر کمتر بلند کرد با خوبتر است برای یعنی که این تجربه‌ای که شما این سال انجام دادید حاصل خوب داد. حاصل خوب داد. با فکری من همین از پایان بدن انا کمتر زنبور بلندی بدن با خیلی بهتر بده است. بله. خوب به همین خاطر از مثلا از منطقه پایان یعنی که از دیه هر سال زنبورها رو به اینجا میارید. همین است سببش که حاصلشون بیشتر. همین برای اساساً حاصل خوب کردن، حاصل بسیارتر گرفتن این یعنی که ایواز کردن جای همون زنبور است. جای زنبور را چقدر مثلا ایواز کنی خب یک بار دوجا مثال اصل جمع آوری میکنی با میاری اینجا میمونی یک بار اینجا جمع آوری میکنی با بالاتر میبری با چقدر زنبور هر جا کچونی همین قدر حاصل بسیارتر میشه. خب یک سوال شما سالانه چقدر مثلا حاصل میگیرید از یک مثلا یک اویل زنبور؟ راست میگم من سال گذشته از 30 اویل زنبور 1 تن عسل جمع آوری کردم. 1 تن عسل. انا امی جمع آوری عسل زیاد بودنی عسلم از بود هوا وابسته است. سویدی بود هوا وابسته است. خب
انا بود هوا سال گذشته بسیار مساعد اومد. یعنی هوای خوب بود. خوب بود. این سال هم بد نیست. این سال هم بد نیست که مقصد که کمی هوا گرمتر اومد. همین از اول بارندگی بسیار اومد. بهار با انا باز تابستان که شد. اینا خودتون شاهد است که قریب یک ماه شده است. فقط آفتاب تاسپان سوزان همین وقتی که آفتاب کی شد دیگه مو گلم کو بارشاتی خاکبارش میگن. خب از حساب خاکبارش وقتی خاکبارش میبارد یک هفته دوام کرده همین جای ما میبارد بالای همین گل گیاه خاک میگیره. بعد همین زنبور نمیتونه همون شهر گله از همونجا مقصد که جبیده گیرد بیارد. بله از روی خاک چخل ویا میگیره. من محافظتی رو بپوشم. بله خب عجیب برای من چیزی است که چرا بالای اینها علف گذاشته؟ این علف اساساً از روی قاعده همین زنبور کسلی بسیار هم می شود. حساب همین افتاس تاسپان سوزان می شود که همین این خودش بالای همین خانه زنبور تنکه خودش در گرمی داخل می شود. همین زنبور هم کار کرده نمیتوند. ما همین علف در بالاش میمونیم که کمتر یعنی که به هر حال کمتر سلقین اینا بگیره که همین زنبور مقصد که کار تجربه را خودتون کردید قبلا این تجربه را راست گپ این شام خودم فکر کردم زنبور اساسا همین زنبور هوای معتدل برای بعد وقتی که همین یاشک ماندی باید که همین زنبور از خانه برآمد چشمش در آفتاب بزنه. وقتی که در آفتاب زد باید که تا ساعت‌های 10-11 را آفتاب باشد. اونش آفتاب باید او قدر نبیند. بعد بگاهی از ساعت 3 و طرف آفتاب باشه. زنبور اساساً کار اساسیش دو حالت می شود. پگاهی از ساعت چند؟ از ساعت مقصد که همین ساعت 8 تا ساعت 11 را می شود. از ساعت 2:30 تا ساعت 4 می شود. همین در یک روز 4-5 ساعت همین زنبور کار میکنه. قوطی‌هایی که اینجا دارید حاصلشون پر شده است نه؟ بله. یعنی که این سال موسم جمع‌گیری حاصل زنبورها شده است. بله. خب میتوانیم ایناشم ببینیم. این زنبورایی که اینا رو من نوای کردم. خب انا تازه کردم همین چند قپش. انا او زنبورای او طرفم پیش اینا تازه کرده بودم. او یاشکای میدان کو این یاشکایی که من از اینا با زنبور جدا کردم. یعنی روسی اتوات که میگن کو اتوات که یعنی اولی نو جدا کردم. بله اینا زیاد شد. انا این یاشک یک ماندگی زنبور قهر کردگی ای. زنبور قهر کرد من گرفتم وای. چخل قهر کرد چیکار کردید که قهر کرد؟ وای امو وقتی که چخل از ما گفتم من زنبور در درونش که زیاد شد دسته اوچکی شد و یا دو گروه میشن به هم دیگه جنگ میکنن. گروهی امو خوب زورش میبروه میره گروهی وایش میمونه ضعیفترش میمونه. برای همین امو گروهی که میبروه شاخی درخت قهر میکنه تو جمع وای میگیری میبیاری وای همین بین 4-5 روز حاصل پر میکنه کار میکنه وای. یعنی چقدر قوه انرژی دارد ها. و یکم میگه که زمستان برای عجیب برای من یک چیز است که مثلا چرا گروهی با قوت‌تر بیرون میرود؟ یعنی این چگونه عدالت است که اینا رعایت میکنه؟ مقصد که وای دلش پر است که من برای زمستان خدمت تیار کردن میتونم. بله. یعنی دلش میسوزد برای این گروه دیگران. دلش میسوزد. این که معجزه خداوند است. این همه این یعنی سیر اسرار زنبور تا او درجه عالی همه نمیدونند. نه که تجربه خودمان نشون میده، تجربه کتابا نوشتگی اینا همش تجربه همین بود؟ نه این کارکردگی همین یاشک همین است. میتوانیم ببینیم. بله. خب میتوانم همین لطه رو اینجا برداشتن گیر. از اینجا آیسته بردار بیغم هر چی بردار اینه. خب بردار. این وقتی که همین اینا حاصل دیدی درونش ده. حاصل برداری بالاش بردار. اینا حاصل نگاه کشیده است درون ده. خب اینا
این علاقه زیادی است نه؟ زیادی است تو جشمون این آوازی شما رامکاهایی نه برای این باید این باید رامکای نمونیم اگه وقت هم خودش هم گذشته است من مقصد میگم دیگه نمونمش اگر زنبور وقتی گذشته رامکای نموندی خو امو رامکا میزنه میدرونه فلوس میکنه برای رامکا عجیب است یعنی کفایه است همین قدر یک دو بس 2 4 6 این امو کارکده 6 رامکا با این کفایه است برای زمستون گذشته سال آینده علاقه اینا بزرگتر میشه سال آینده ممکن این 18 رامکا بشه 16 رامکا بشه همین زنبور کارکردگی بسیار زنبوری فعال است بهترین زنبور است زنبوری فعال است این همین یک هفته شده است کار کردن شه اینا ما میبینیم که همین یک هفته شده است کار کردن این رامکای آخرونه که آخرون بعدی حاصل بگیرد پیش از نگاه کن اینا چقدر چند گرم است همین است یک گرم نیست این از کیلو است عجیب اگر کیلو بیشتر است در اون زمان یا بار خودت نمیجاش نه خیلی مونش تمام یا بار برداشته بین این طرف بقم اینا کیلوی و تقریبا فکر میکنم 3 کیلو است بله 3 کیلو است این گذارم آیسته ما گذار این طرف تا گذار یا تگش هم میکنیم با میبینیم این رامکای آخرانش که اینه باید آخران پر کنه و رامکای که ایناش علاقه فکر کنم 4 کیلو است اول باید پر کند با وای رامکا را میبینیم خب همین سال شما چند اویله پر کرده چند اویله زیاد کرده همین سال با فیلم یک 10 اویله زیاد کردم برای که زنبورای فعال زیاد بودن و 10 اویله زیاد کردم اینا نگاه کن هم بچه میکنه زنبور کار کردگی بچه را زیاد میکنه برای همین زمستان و کدام نمودی زنبور میمره زنبور اساساً بگیریم از خنکی نمیمره از گرسنگی زنبور یکم از گرسنگی میمرد دوم بعد زنبوره که فعالیت درست است همینجا گذارم بله مینا میگذاری زنبور هم خیلی میمونه که همین ده چلی کرد نمی خیلی بین فاصله بین رامکا همین ده چلی که در رامکای دیگر زد فاصلهش همون میشه دیگه خب اینا خب حالا علاقه حاصل جمع شد شما علاقه ای رو باید که جمع گیر کنید یعنی در قسمت اساسی اصل رو از اینها جدا کنید بله این نام خودی امیر رامانوس میگن این برای رامکا وایکنی بردن آوردن بعد زنبور قر میکنه ما در همینش میگیریم این زنبوره این یک زنبوری کم فعال داشتم همین خانه ده اینا گفتیم اگه نیستش کنیم این گنج خداوند ماست اگه خوب نیست گفتیم همین بالا در براریم ممکن فعال شود که میتونه ببینیم میتونه یکیشو میگیریم اینا نسبتی او خونه خیلی فعال شده است خیلی فعال شده است اینا اینجا که باد هوا بهتر است اینا بچکنی که زده است سوجه حالا خودی بچه کرده ایستاده است اینا دیدی حاصل آورده است این خب اینا گذاریم اینا گذاری در جاش این ان شاء الله که فعال میشود تا آخری ویا هنچ خیلی گفتم او بسیار خوب یاد گرفته دیگه همین زنبورم بگیری میشود بله میشود اون اصیلی جمعواری پایان به هسته ما اونجا جمعواریش میکنیم اونا هنه طرزی گرفتنی یعنی که اصل حاصل وای جمع میکنن این آب جوش موندن در کار که آب گرم شود آسان‌تر بریدن در کار وقتی که همین کارچه را گرفتی وقتی بریدن باید در آب جوش تر میکنی آب جوش اینا تر میکنی بعد همین هم خیلی میگیری که واشین ویران نشود و برابری همین چوبی رامکا کارچه در بالا همین چوبی رامکا میمونی بعد اینا بریدن میگیری فهمیدی که اینا میبری یا اگر نبری مثال اصلا نمیشود یعنی که همین اصل گیر با تر میکنی با انا بعد با حرکت میتی یعنی باید همون خانه ها همین چیزی که ها در همین داخل است این سرش هوش شود مقصد که هوش شود که چی وای شود اینا با میمونه اینا درونی میدگون با این خیلی
میپرتویم با دومگین شا اینا میشود من مایلش کار انجام دهم. یا بار خب میخاپی شروع میخاپی که رامکان نغلطن خب ای پایون بالا این برتر کورچه حرکت شده کورچه را بای خودت بکن کورچه هیچی نمیگم درست درست کمتر نه درست خب با چیکار کرده الان این اوجا نگی دیگه اینجا تمام اینا نگرفته نگاه کن خب اینجا نگرفته اینجا تمام بای خودت کورچه بچه‌ها را باید کی ضرر نتی ها اینجا بچه اینو بچه اینا باید ضرر نتی بله این قسمت زنبور اصل است این قسم اصل است بله یا باید ضرر نرسونه خب بیاد یه بار ما خودم تازه بگیریم برای که اصلا درون شکیدن است وقتی که در داخل اینو مثلا تازه میکنیم اصل رو میگیریم مثلا بچهای زنبور آسیب نمیرسونه آسیب نه اون مخصوص است ها اینو مخصوص بالاشون محکم میکنه که این وقتی مثال اصل گیری چی بچه را نشپه بیرون خب بعد همون رامکای را از درون وای یعنی که میگیری که هم خیلی بالاش محکم کردگی باشد اگر محکم کردگی نباشد همون بچه را هم را درون یمی میدگان و میشپه نابود میکنه و فعالیت زنبور هم سست میشه. خب ببینید اینجا که مثلا بلندی هست و جوی آب مثلا جاری است. خب چقدر مهم است برای زنبورها آب؟ خب این با فکر من از 50 تا 70% زمین اصلا آب تشکیل میده. بعد وقتی که همین دیدی که در آب زنبور بسیار شیشتگی و آب در احتیاج دارن اون وقت معلوم میشود که اثر در طبیعت پیدا شده است. این مرحمت اگر که همین گونه بله یکی دستی راست خطی میتو این گنج است باشد خب دیگر هر چه قاعده خودش داره تستر کمتر بله درست است همین گونه با تستر انا اینو خط تستر باید که وای نکنی اگر حرکت زیاد شد رامکار میکفونه همین وضعی درست است درست است بله اینا نگاه که اصلا چقدر تنه اوهنده شپیده است خب دیاره توتی ها این اصلا شپیده است انا تمام یک طرف شو تمام من کردیم با این رامکار میگیری برای طرفی دیگر گرداندن اینا میگیری با اینا چخ شروع شپیده است نگاه کن با این طرفی دیگر میمونی درست این طرف بله اینجا بلندی چقدر است ما خیلی بالا بر اومدیم از 3000 زیاد است 3000 زیادتر است خب از سطح بر 3000 زیادتر خب این برعکس بله خب حرکت همین وقتی حرکت دادن نه کم 60-70 مراتبه همینا باید توتی یعنی باید حساب کنی اگه مومخ که میشه دیگه حساب نمیکنی ولی یعنی که الکی میدونه چقدر است میتونی فکرش بازی تمام شد داره کمی دیگه باید نه اول با توتی سخت‌تر خب سخت‌تر بله اینا چقدر اصلا تنه چیزا میشه بعد این پایان میفروید جمع یعنی داخلی با اصل پر میشه وقتی که ما همین گونه مثلا بعضی مثال همی میدگان است یک فلک اصل میبرد بعضیش است 30 کیلو میبرد 25 کیلو میبرد هر نمود همین میدگان این با فکر من یک فلک نیست این ممکن یک 30 کیلو 35 کیلو است عجیب اینا تمام میشم کیفایه بله از اینا را میگیریم با میبریم مثال یاشیک دا میمونیم با باز میاریم اصل جدا کرده شدید گرفته دیدی اینا درونی خونه شده اصل نیست بله خالی شده است این رو میبریم دوباره با قوطی‌ها میگذاریم با انا میخل مثال خیلی جزیر شدگی است کو اینا یک روز تا بگر زنبور همین تازه میکنه با همینا رو امینا با ساخت همینو میکنه تازه میکنن تیار میکنه برای آوردن چقدر وقت خب اینجا و نمونه همون اصل ها یعنی که از اینجا خالی شده است این همین داروی اساسی انا همین است خاصی زنبور میگن خوردن در کارت اینا یعنی با همین مثلا چیزاش خوردن امکان داره با موم امکان داره این داروی اساسی همین است من اینا را بگذارم واقعا بیننده عزیز وقتی بلندی 3000 متر میبری و وقتی با خودی
اصل پرور با نفری که این کار رو تجربه کرده است کارهایش رو انجام میدی واقعا هم لذت دیگر دارد و ما حالا از یک برق قطرهش رو برای شما نشان دادیم. درباره زنبور میتوان ساعتها حرف زد، ساعتها گفت و واقعا هم اسرار و رازهای زیاد دارد زنبور.